تو ادامه این ویدیو میخوام آموزش بدم 3 سوته با پای دوچرخه روی آب شناور بمونیم. سلام، عباس جهانگیری هستم. اینجا صفحه قبیله شناس. اگه از ویدیوام خوشتون اومد حتما ما رو دنبال کنید. لایک و شیر و کامنت هم یادتون نره. خب اول فرم اشتباه پا زدن رو نشونتون میدم. تو مدل پا زدن اول با تیغه بیرونی پا به آب فشار میاریم که حرکت اشتباهیه. تو مدل دوم هم با نوک انگشتان فشار میدیم که بازم اشتباهه، ولی تو مدل سوم دقیقاً با کف پا به آب فشار میاریم که مدل درستیه واسه این حرکت. همچنین یه اشتباه دیگه که خیلی از هنرجوها انجام میدن اینه که پاها رو مانند تصویر به عقب میبرن که این حرکت اشتباهیه، بلکه باید پاها رو به بالا و به طرف این حرکت بدن. حالا وقتی تو بیرون استخر این تمرین‌ها رو کردیم، وقتشه که داخل آب هم امتحان کنیم. به این صورته که از لبه استخر با دستمون میگیریم و به مدت 30 ثانیه پا میزنیم. بعد یکی از دستامون رو ول میکنیم و باز تمرین میکنیم و دستامون رو عوض میکنیم. تمرین بعدی اینه که از تخته شنا استفاده میکنیم و مانند تصویر تمرکزمون رو روی پا میذاریم و باز هم از دستا به نوبت استفاده میکنیم و کمک میگیریم. و تمرین بعدی رو هم مانند تصویر انجام میدیم. و یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که نباید توی اجرای حرکات عجله کنید و حرکات اضافی و غیر ضروری انجام بدید، بلکه با حفظ خونسردی و آرامش و تنفس صحیح حرکات رو انجام بدید. حالا میرسیم به طریقه صحیح دست زدن. همونطور که توی تصویر میبینید با کف دستمون آب رو به سمت پایین فشار میدیم. همینطور میتونیم به سمت طرفین هم فشار بدیم و میتونیم روی آب بمونیم. و همونطور که قبلا هم اشاره کردم توی آب نباید شتاب زده عمل کرد و حرکات اضافی و غیر ضروری انجام بدیم، بلکه مانند تصویر که میبینید با یک حبس نفس ساده و کنترل تنفس میشه راحت روی آب موند. و اگه تکنیک پات خوب باشه میتونی حتی بدون دخالت دست میتونی خیلی راحت روی آب شناور بمونی. اگه تکنیک پای کرال سینه رو هم خوب یاد گرفته باشی میتونی روی آب شناور بمونی. و حتی با پای دلفین هم میتونی روی آب شناور بمونی که همه این روش ها انرژی برتره، ولی امکان داره که آموزش پای کرال سینه و پای دلفین رو توی ویدیوهای بعدیمون حتما تماشا کنید و ببینید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو ما رو تماشا کردید. امیدوارم که آموزش پای دوچرخه واسهتون مفید بوده باشه. توی ویدیوهای بعدیمون می‌خوایم که 0 تا 100 کرال سینه رو واسهتون آموزش بدیم. با ما همراه باشید.